26مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان آذربایجان غربی در سالن تالار وحدت در حال برگزاری. بریم داخل نمایشگاه ببینیم چه خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما در 26مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناورانه و فنبازار استان آذربایجان غربی حضور پیدا کردیم. این نمایشگاه هر ساله در آذر ماه در واقع برگزار میشه و فناوران، نوآوران، دانشگاه‌ها و دستاوردهای پژوهشی دستگاه اجرایی در قالب غرف‌ها به نمایش گذاشته میشن. سیامک دادروان، دانشجوی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه و مؤسسه آفاق، خالق طرح سرنگ ضد لرز که با ترکیب دو سیستم مجزا جهت کاهش لرز و افزایش پایداری تزریق طراحی شده. یک رینگ تثبیت کننده که بر روی سرنگ نصب میشه باعث میشه که تکنسین ها، پرستاران و بیماران خانگی یک تزریق پایدار و دقیق داشته باشه. نهال خدامی هستم، دانشجوی رشته مهندسی پزشکی از دانشگاه آفاق. طرحی که ارائه شد در خصوص ارگانوئیدهای زیستی بود که با استفاده از فناوری چاپگرهای زیستی تونستش به ثمر و یک میکروارگانوئید خیلی خوبتری به ثمر بیاریم که همون لحظه میتونه رشد کنه و در خیلی مدت کمتری به پزشک نتیجه نهایی رو اعلام کنه که حدوداً این تومور خوشخیم هست، بدخیم هست، اندازش چقدره و در نهایت باشه داروهای قابل درمان.